زیاد نفران هستند که در جامعه امروزه فعالیت میکنند و از گذشته خود شرم میدارند و البته برای من این افتخار بود گذشته خود رو در این لایحه یعنی که مصاحبه تشکیل کردم و البته که من این رو کردم در اول من رو دیگرگونه میشناختن یک نفر خودخواه خودپسند و هوابلند بعد از در این لایحه اشتراک کردن و مصاحبه نمودن در شبکه اجتماعی وقتی نوارها رو تماشا کردن مرا دیگرگونه دریافتن یک نفر مهنتکش زحمتکش تشکر زیاد به شما میکنم که ما را تا حد دستگیری میکنید و برای مردم معرفی میکنید.